کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از مرگ فوجوی با 3 عضو یک عائله در ایسار از دود انگشت خبر داد. در یک هفته آخر سردی‌های فوق‌العاده در شهر دوشنبه و اطراف آن سبب مرگ اینک دست کم 12 نفر شد. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شب 4 و 5 مارس سال 2024 3 عضو یک عائله ساکنان دهه ترشبوغ جماعت دیات خانک‌های کویی در کنار شهر ایسار از دود انگشت زارالو شده به هلاکت رسیدند. پدر این خانواده 60 سال، همسر او 54 سال داشته، دختر جوانمرگ شده آنها همگی 15 سال داشته است. در رابطه با این حادثه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده به نزدیکان و پیوندان فوتیدگان اظهار همدردی کرده بار دیگر از ساکنان خواسته است که تمام قاعده‌های بی خطری را رعایت کنند. تفصیلات دیگر این حادثه فوجوی در دهه ترشبوغ در دست نیست. معلوم نیست که اهل این عائله از دود پیچکا ضرور شدند یا صندلی شنانده بودند. در هفته آخر این علاقه سومین حالت فوجوی ساکنان در دوشنبه و اطراف آن بر اثر حادثه‌های فوق‌العاده مربوط به سردی‌های اخیر در تاجیکستان است. شام 27 و 28 فوریه در محله گروزواد در کناره‌های جنوبی پایتخت تاجیکستان 6 عضو عائله مظفر دولتوف، خود او، همسر و 4 فرزند خردسالش از دود خاکستر جان خود را از دست دادند. همچنین روز شنبه 2 مارس سال 2024 ساعت 13:02 در دویم گذرگاه کوچه خیرالله میرزا خانه 41 در نویه شامنصور شهر دوشنبه سوختار به عمل آمده باعث هلاکت 3 کودک خردسال شد. تاجیکستان در پایان ماه فوریه و روزهای اول ماه مارس با بارشات برف و سردی برای این فصل سال در این کشور بی سابقه روبرو شد. کمبود شدید نیروی برق در این روزهای سرد زندگی مردم را در کشور باز هم مشکل تر ساخت.